این خرابه های کمپ سوخته و ویران مهاجرین در جزیره لزبوس یونان است. یک آتش سوزی وسیع شب دوشنبه خیمه های کمپ مهاجرین لزبوس را متاثر ساخت و حدود 60% این کمپ را تخریب کرد. هزاران تن برای نجات جانهایشان فرار کردند. گزارش از تلفات ناشی از این حادثه در دست نیست و دلیل این آتش سوزی هم به طور فوری معلوم نشد. آتش سوزی در آنجا آغاز شد. یک برخورد بین افغانها و مهاجرین دیگر کشورها بروز کرد. آنها بر همدیگر سنگ پرتاب می‌کردند. بعداً یگان چیز را سوختاندند و همه از کمپ بیرون برآمدند و تمام خیمه ها سوخت. رسانه‌های یونان گفتند آتش سوزی بعد از یک درگیری بین گروه‌های مختلف ساکن در این کمپ بعد از آن آغاز شد که آوازه منتشر شد که گویا صدها تن اخراج خواهند شد. آژانس خبری رایترز از قول یک پلیس در آتن گزارش داده که میگوید 2 توله پلیس ضد شورش به روز سه‌شنبه در این کمپ جابجا شدند.